8 گام برای بهبود عزت نفس و غلبه بر احساس کم ارزشی. عزت نفس سالم را میتوان به عنوان یک نظر واقع‌بینانه و قدرشناسانه از خود تعریف کرد. وقتی صحبت از ارزش شخصی شما می شود، فقط یک نظر واقعا مهم است و آن نظر شماست. ما معمولاً خشن‌ترین منتقد خود هستیم، پس باید نظر خود را با دقت ارزیابی کنیم. دکتر شیرالدی، نویسنده کتاب عزت نفس سالم را به عنوان یک نظر واقع‌بینانه و قدرشناسانه از خود توصیف می‌کند. او می‌نویسد ارزش بی‌قید و شرط انسانی فرض می‌کند که هر یک از ما با تمام ظرفیت‌های مورد نیاز برای زندگی پربار متولد شده‌ایم، اگرچه هر کدام از ما ترکیب متفاوتی از مهارت‌ها هستیم که در سطوح مختلف رشد قرار دارند. او تاکید می‌کند که ارزش اصلی مستقل از عوامل خارجی است که بازار برای آنها ارزش قائل است، مانند ثروت، تحصیلات، وضعیت سلامتی یا نحوه برخورد با افراد. در اینجا ما 8 راه برای افزایش عزت نفس شما که برگرفته از مقاله تینک توپ است آماده کردیم. برای شنیدن این 8 مورد با ما همراه باشید. 1. مراقب باشید. اگر ندانیم چیزی برای تغییر وجود دارد، نمیتوانیم چیزی را تغییر دهیم. با آگاهی از خودگفتاری منفی خود شروع به فاصله گرفتن از احساسات بدی می‌کنیم که به وجود می‌آیند. این ما را قادر می‌سازد کمتر با آنها همزاد پنداری کنیم. بدون این آگاهی می‌توانیم به راحتی در دام باورها و صحبت‌های محدود کننده ذهنی خود بیفتیم و همانطور که معلم مراقبه آلن لوکوس می‌گوید، هر چیزی را که فکر می‌کنید باور نکنید. افکار فقط افکار هستند. همین. به محض اینکه متوجه شدید که مسیر انتقاد از خود را در پیش گرفته اید، به آرامی به آنچه در حال رخ دادن است توجه داشته باشید. در مورد آن کنجکاو باشید و به خود یادآوری کنید که اینها فقط نوعی افکار هستند، نه واقعیت. 2. داستان را تغییر دهید. همه ما یک روایت یا داستانی داریم که درباره خودمان ساخته ایم که تصورات ما را از ما شکل می دهد. اگر می خواهیم آن داستان را تغییر دهیم، باید بفهمیم که از کجا آمده است و پیام‌هایی که به خود می گوییم از کجا دریافت کرده ایم. باید از خود بپرسیم که ما صدای چه کسانی را درونی کرده ایم و می کنیم. جسیکا کوپلنز روانشناس می گوید گاهی اوقات افکار منفی خودکار مانند شما چاق هستید یا شما تنبل هستید می تواند آنقدر در ذهن شما تکرار شود که باور کنید درست است. این افکار آموخته می شوند، به این معنی که می توان آنها را فرا گرفت. اما شما می توانید با جملات تأکیدی شروع کنید و تغییراتی در این راستا انجام دهید. دوست دارید چه چیزی را در مورد خود باور کنید؟ هرچه که در مورد خود دوست دارید باور کنید برای خود مشخص کنید و این جملات را هر روز با خود و خطاب به خودتان تکرار کنید. دکتر توماس بویس از استفاده از جملات تأکیدی حمایت می‌کند. تحقیقات انجام شده توسط بویس و همکارانش نشان داده است که آموزش روانی در جملات تأکیدی مثبت، به عنوان مثال نوشتن هرچه بیشتر چیزهای مثبت مختلف در مورد خود در 1 دقیقه، می‌تواند علائم افسردگی را کاهش دهد. 3. از مقایسه خود و افتادن در تله ناامیدی خودداری کنید. کیمبرلی هرشنسون روان درمانگر میگوید 2 چیز کلیدی که من میتوانم به شما تاکید کنم این است که پذیرش را تمرین کنید و خود را با دیگران مقایسه نکنید. تاکید میکنم که فقط به این دلیل که شخص دیگری در رسانه‌های اجتماعی خوشحال به نظر میرسد به این معنی نیست که او واقعا خوشحال است. مقایسه ها فقط به خودگویی منفی منجر می شوند که منجر به استرس و اضطراب هم می شود. احساس کم ارزشی می تواند بر سلامت روان شما و همچنین سایر زمینه‌های زندگی شما مانند کار، روابط و سلامت جسمانی شما تأثیر منفی بگذارد. 4. ستاره درونی خود را بیابید.
آلبرت آینشتین گفت همه نابغه هستند، اما اگر یک ماهی را بر اساس تواناییش در بالا رفتن از درخت قضاوت کنید، تمام زندگی خود را با این باور می‌گذرانید که احمق است. همه ما نقاط قوت و ضعف خود را داریم. ممکن است کسی یک موسیقیدان باهوش باشد، اما یک آشپز مخوف. هیچ کدام از این دو کیفیت ارزش اصلی آنها را تعیین نمی‌کند. نقاط قوت خود را بشناسید و احساس اعتماد به نفسی را که به وجود می‌آورند، به خصوص در مواقع شک و تردید بشناسید. وقتی در چیزی به هم می‌خورید یا شکست می‌خورید، تعمیم دادن آسان است، اما یادآوری روش‌هایی که باعث تغییر می‌شوند، دیدگاه واقع بینانه‌تری از خودتان ارائه می‌دهد. کریستی اورسترید روان درمانگر پیشنهاد می‌کند از خود بپرسید آیا زمانی در زندگی شما وجود داشت که عزت نفس بهتری داشتید؟ در آن مرحله از زندگیتان چه کار می‌کردید؟ اگر تشخیص این موقعیت‌ها برای شما دشوار است، از یک دوست یا از اعضای خانواده بخواهید که آنها را به شما نشان دهد. گاهی برای دیگران دیدن بهترین ها در ما آسان‌تر از دیدن آن در خودمان است. 5. ورزش کنید. بسیاری از مطالعات ارتباط بین ورزش و عزت نفس بالاتر و همچنین بهبود سلامت روان را نشان دادند. دبی مندل، نویسنده کتاب معتاد به استرس، میگوید ورزش باعث ایجاد توانمندی جسمی و ذهنی می شود. ورزش روز شما را حول محور مراقبت از خود سازماندهی می کند. او پیشنهاد می کند روزانه یک کار را از لیست بی پایان کارهایمان حذف کنیم و تنها هدف این کار باید این باشد که یک کار سرگرم کننده انتخاب کنیم و به وسیله آن به آرامش برسیم و دقت کنیم که چه احساسی داریم. سایر اشکال مراقبت از خود مانند تغذیه مناسب و خواب کافی نیز تأثیرات مثبتی بر ادراک فرد از خود دارد. 6. به دیگران خدمت کنید. هرشنسون پیشنهاد می کند داوطلبانه برای کمک به کسانی که ممکن است کمتر خوش شانس باشند اقدام کنید. خدمت کردن به دیگران به شما کمک می کند که از ذهنتان خارج شوید. وقتی بتوانید به شخص دیگری کمک کنید، باعث می شود کمتر روی مسائل خود تمرکز کنید. دکتر دیوید سیمونسن معتقد است چیزی که من متوجه شدم این است که هرچه کسی در زندگی خود کاری انجام دهد که بتواند با آن افتخار کند، تشخیص ارزش خود برای او آسان تر است. انجام کارهایی که فرد بتواند در مورد خودش به آنها احترام بگذارد، تنها کلیدی است که من دریافتم که برای بالا بردن ارزش فرد موثر است و این چیزی ملموس است. کمک به بیخانمانها، به پناهگاه حیوانات، ملاقات کسانی که دوستمان دارند و به ما نیاز دارند. اینها چیزهایی هستند که معنایی دارند و نه تنها به خود بلکه به دیگری نیز ارزش می‌دهند. حقیقت زیادی در مورد این واقعیت وجود دارد که آنچه ما در جهان عرضه می‌کنیم به سمت ما باز می‌گردد. برای آزمایش این موضوع یک روز را عمداً به ابراز افکار و رفتارهای مثبت نسبت به کسانی که با آنها در تماس هستید اختصاص دهید. همانطور که روزتان را پیش میبرید، مراقب چیزهایی باشید که به شما باز میگردند و همچنین توجه کنید که آیا خلق و خویتان بهبود مییابد یا نه. هفت. ببخشید. آیا کسی در زندگی شما وجود دارد که او را نبخشیده اید؟ شریک سابق، عضوی از خانواده، خودتان را؟ با نگه داشتن احساس تلخی یا رنجش خود را در چرخه منفی گیر نگه می‌داریم. اگر خودمان را نیز نبخشیده باشیم، شرم ما را در همین حلقه نگه می‌دارد. شیرالدی می‌گوید بخشیدن خود و دیگران باعث افزایش عزت نفس می‌شود. شاید به این دلیل که ما را با طبیعت محبت آمیز ذاتیمان پیوند می‌دهد و پذیرش افراد را علی رغم نقص‌هایمان افزایش می‌دهد. او به مراقبه بودایی در مورد بخشش اشاره می‌کند که می‌توان آن را در هر زمانی انجام داد. اگر دانسته یا ندانسته به کسی آسیب رساندم یا موجب رنجش کسی شدم، طلب بخشش می‌کنم. برای راه‌هایی که دانسته یا ندانسته به خود آسیب رساندم نیز طلب بخشش می‌کنم.
اگر دانسته یا ندانسته به کسی آسیب رساندم یا موجب رنجش کسی شدم، طلب بخشش میکنم. برای راههایی که دانسته یا ندانسته به خود آسیب رساندم نیز طلب بخشش میکنم. 8. به یاد داشته باشید که شرایط شما همیشگی نیست. در نهایت یادگیری تمایز قائل شدن بین شرایط و شخصیتی که هستید کلید عزت نفس است. شرالدی میگوید شناخت ارزش درونی و دوست داشتن خود ناقص پایه‌ای مطمئن برای رشد عزت نفس فراهم می‌کند. با این امنیت شخص آزاد است که با لذت رشد کند، نه ترس از شکست، زیرا شکست ارزش اصلی را تغییر نمی‌دهد. همه ما با پتانسیل بی‌نهایت و ارزش انسانی به دنیا میاییم. اینکه ما چیزی کمتر هستیم باور نادرستی است که در طول زمان آموخته ایم. بنابراین با سخت‌کوشی و دلسوزی به خود میتوان افکار و باورهای ویرانگر خود را شناخت و تغییر داد. برداشتن این 8 گام ذکر شده شروعی در تلاش برای افزایش ارزش خود، یا همانطور که شرالدی میگوید برای تشخیص ارزش خود است که از قبل در هر فردی نهادینه شده است.